سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیزی که دارن این برنامه رو تماشا می‌کنن. خیلی خوشحالم که یه فرصت دیگه‌ای فراهم شد که در خدمتتون باشم. من علیرضا نوایی هستم، عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشکده نقشبندی دانشگاه تهران. در خدمتتونم با قسمت دیگه‌ای از سری برنامه‌های مصاحبه هم با اساتید. تو این قسمت از برنامه افتخار اینو داشتیم که میزبان دکتر سمیعی باشیم، عضو هیئت علمی گروه ژئودزی دانشکده نقشبندی دانشگاه تهران. دکتر اگه سلام علیکی با دوربین و بیننده داریم بفرمایید که سوالا رو شروع. منم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که من دعوت کردید برای این مصاحبه. امیدوارم که حرفایی به درد بخوری بتونم بزنم. در خدمتتون هستم. مرسی، خیلی ممنون. دکتر، گرایش ارشد ژئودزی رو به چه کسایی پیشنهاد میکنیم بخونن؟ اصلا چرا باید ارشد ژئودزی رو بخونیم؟ خب هم سوال خیلی خوبیه، هم من یه ایراد شکلی کلا بهش واردم. اول این ایراده رو بگم، یعنی نظر خودم رو در مورد ایراد نیست، شاید بیشتر بحث من اینه که من خیلی گرایش‌های مختلف رشته نقشه‌برداری رو خیلی جدا از هم نمی‌بینم. حالا تو طول مصاحبه هم سعی می‌کنم اینو توضیح بدم که چرا جدا نمی‌بینم. واسه همین خیلی حرفایی که در مورد ژئودزی الان میخوام بزنم فکر می‌کنم در مورد ساینس و فوتوگرامتری و جیوس و اینها هم صادقه، یعنی به طور خاص برای ژئودزی نمیخوام اینو بگم. اما یه سری مسائل هم به هر حال روی کاغذ الان ما گرایش‌های مختلفی داریم، شما کنکور میدید و انتخاب کنید و اینها جدا شده. بنابراین حالا سعی می‌کنم در مورد ژئودزی به طور خاص، یعنی اون چیزی که ما با عنوان گرایش ژئودزی میشناسیم، چند تا نکته رو بگم. به کدوم بچه‌ها اینو پیشنهاد میکنم؟ ببینید ژئودزی دو تا جنبه داره در دنیا. یک جنبه علم ژئودزیه به عنوان یکی از شاخه از علوم زمین که میتونه به ژئوفیزیک و زمینشناسی و ژئودینامیک و اینها خیلی اوورلپ پیدا بکنه. بنابراین از این منظر اگه بهش نگاه کنیم، بچه‌هایی که کمی به خود ذات علم خیلی علاقه‌مندن، میخوان کار خیلی ساینتیفیک علمی بکنن و دغدغه این مسائل رو دارن، به خصوص در زمینه علوم زمین، خب میتونه خیلی ژئودزی براشون جذاب بشه. ولی ژئودزی یک جنبه دیگری هم داره که به خصوص تو این 20 سال اخیر خیلی فکر میکنم هم تو دنیا هم تو ایران هی داره پا میگیره و اون جنبه انجینیرینگ ژئودزی است، ژئودزی مهندسی. همونجوری که ریاضی داریم، ریاضی کاربردی داریم، فیزیک داریم، فیزیک کاربردی داریم، ما ژئودزی داریم و ژئودزی مهندسی داریم. ژئودزی مهندسی یک کمی از اون جنبه علمی خیلی ساینتیفیکش دور میشه، به کاربردهای مهندسی ژئودزی میپردازه. در زمینه مانیتورینگ زمین، در مورد مانیتورینگ سازه‌ها، در مورد بحث‌های الان تو کشور ما بحث‌های مربوط به فرونشست زمین، حتی تو بحث سیل، حتی تو بحث‌های خیلی مختلفی که شاید اون جنبه ساینتیفیک ژئودزی 40-50 سال پیش به این چیزها نمی‌پرداخت، اما الان با اومدن تکنولوژی‌های جدید ماهواره‌ای، تکنولوژی‌های سنجش از دوری، تکنولوژی‌های GPS و تعیین موقعیت، یک جنبه‌هایی برای ژئودزیست‌ها باز شده که تو دنیا معروف شده به نام انجینیرینگ ژئودزی. کاربردهای اونجا دیگه واقعا فکر نمی‌کنم فعلا کسایی که به پرابلم سولوینگ علاقه‌مندن و حل مسائل مهندسی علاقه‌مندن میتونن وارد این حوزه بشن و کارشون رو انجام بدن. ما هم تو گرایش ژئودزی هر دو جنبه رو داریم، یعنی بچه‌ای که وارد ژئودزی میشن همون جنبه اختیار دارن تو تزشون و اینا بیشتر به اون جنبه علمی ژئودزی بپردازن یا اون جنبه ژئودزی مهندسی. درست، خیلی عالی. توی مقطع ارشد دکتر با چه مباحثی بچه‌ها آشنا میشن که توی کارشناسی اون مباحث رو نداشتن؟ یه نکته‌ای که در مورد ژئودزی شاید اینجا بشه گفت، شاید یه کمی هم مربوط به این سوالات من مربوط به سوال قبلی، یه کمی نقش پایه داره رشته ژئودزی برای علوم ژئومتریک و نقشه‌برداری. نقشی که شاید مثلا ریاضی و فیزیک برای کل مهندسی بازی میکنن دیگه. کسی که ریاضی میخونه، کسی که فیزیک میخونه به راحتی میتونه وارد هر رشته مهندسی بعداً بشه. برعکسش سخته. کسی که مثلا یه مهندسی خاص میخونه خیلی سخته بعداً بره ریاضیدان بشه. اما یه ریاضیدان میتونه بیاد وارد رشته‌های دیگه مهندسی بشه. همونجوری که شده. تا تو رشته خود ما تو دنیا استادای خیلی معروفی واسه می‌بینید
کار ژئودزی میکنن، کار جی آی اس میکنن، کار سنج از دور میکنن، اما بیسشون بیس علوم پایه بوده. حالا ژئودزی در داخل رشته های ما یک کمی نقش پایه بودن رو ایفا میکنه. یعنی من اعتقاد دارم دانشجویی که ژئودزی میخونه به راحتی میتونه بعداً نه اینکه بای دیفالت میتونه بره کار فوتوگرامتری کنه، نه، اما به راحتی میتونه وارد اون حوزه بشه. برعکسش سخت‌تره، نمیگم نشدنیه، سخت‌تره، چون نقش پایه داره. برای جی آی اس هم تو سنج از دور همینطور، برای کل علوم ژئومتریک نقش پایه داره. حالا ما در دوره سوال شما این بود که دوره کارشناسی ارشد چه مباحث دیگری رو بحث میکنیم. ببینید اون قسمتی از ژئودزی رو که ما تو دوره کارشناسی میخونیم، ژئودزی در خدمت نقشه برداری است. یعنی دانشجوها اونقدر ژئودزی میخونن که به عنوان مهندس نقشه بردار بتونن از پس کارهای نقشه برداری بر بیان، نه بیشتر. تو همون حوزه مهندسی نقشه برداری باقی میمونه. اما خب ژئودزی وسیع‌تره. تو دوره کارشناسی ارشد وارد اون مباحث هم میشیم. مثلا بحث‌های اوورلپی که ژئودزی داره با ژئوفیزیک و ژئودینامیک تو دوره ارشد گفته میشه. مباحث مربوط خاص به تعیین موقعیت و نویگیشن که شاید خیلی نشه در ذیل مهندسی نقشه برداری تعریفش کرد، اما جزء خیلی لاینفک ژئودزیه. یا بحث فیزیکال ژئودزی و بحث‌های هم کاربردهای زیادی که تو بحث مهندسی ایجاد پیدا کرده، هم خود علم قضیه، هم تو مسائل تحلیلی. خب ژئودزی نیاز به یک ریاضیات عمیق‌تری داره از اون بخشی که تو کارشناسی گفته میشه. مثلا همه این مباحثی که فراتر از اون مهندسی نقشه برداری به صورت کلاسیک هستن و در علم و مهندسی ژئودزی تعریف میشن، اونها خب تو دوره کارشناسی ارشد همشون تقریبا کاور میشن و بچه‌ها باشون آشنا میشن. خیلی ممنون. دکتر، بازار کار ژئودزی چطوریه؟ حالا چه داخل ایران چه خارج از کشور، و اساساً برای اینکه بخوایم تو بازار کار مشغول به کار بشیم چه مهارتایی باید داشته باشیم؟ بازار کارش به نظر من، حالا یه نکته دیگه هم این وسط پیش میاد، اون بحثی که همون اولش گفتم من جدا نمیبینم. درست. یه دانشجویی که اینجا سنج از دور میخونه میتونه بعداً وارد بازار کار که میشه بره کار ژئودزی بکنه. یه دانشجویی که ژئودزی میخونه میتونه بعداً تو بازار کار بره، مثلا توی شرکت جی آی اس استخدام شه، کار جی آی اس بکنه. من تو قسمت بازار کار چون بازار کار به مهارت‌های شما برمیگرده، اون دانشجوی ژئودزی که اونقدر مهارت برنامه‌نویسی و آشنایی با نرم افزار جی آی اس داره واقعا میتونه وارد بازار کار جی آی اس بشه، و بالعکس اون دانشجوی جی آی اس که اونقدر فاندیشن ژئودزیش قویه، پایه ژئودزیش قویه و حالا با جی آی اس هم آشناست، میتونه وارد این حوزه ها بشه. وارد شرکت های نقشه برداری و های تک نقشه برداری بعضی موقع میشید، واقعا تو اصل قضیه و حل مشکلات و پروژه ها واقعا این رشته ها اینقدر خیلی موقع جدا نیستن. یعنی شما تو یه پروژه تو یه موضوع همه این دیسیپلین ها رو لازم دارید. بنابراین من بازم توصیه‌ام بچه‌ها اینه حتی وارد هر کدوم این گرایش‌ها میشن تو طول تحصیل اینها رو اینقدر جدا نکنن. تو بحث بازار کارش هم همینطور. اما خب بله، بازار کار یه قسمتی از بازار کارش هم خیلی مخصوص ژئودزی است که این بازار کار به نظر من داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، بهتر میشه. چرا؟ به خاطر همون افزایش جنبه‌های مهندسی ژئودزی. یه موقعی ژئودزی شاید خلاصه میشد تو کارهای خیلی کلان در سطح کشور. هنوزم خیلی بچه‌ها اینو میگن، خیلی کلان در سطح کشوری در مورد زمین حرف میزنن و اینا. خب بله، ژئودزی کارش این هست، تعیین سطح رفرنس و سطح مبنا و ژئوئید و اینا کار ژئودزی همچنان هم هست. اما الان با اومدن سنسورهای جدید، ماهواره‌های جدید، همون تو تعیین ژئوئید، تعیین ژئوئید لوکال برای کاربردهای مهندسی، کاربردهایی به وجود اومده برای بچه‌های ژئودزی قدیم وجود نداشت. تو زمینه مثلا مانیتورینگ دفرمیشن مانیتورینگ، میکرو ژئودزی، بحث سیل، لغتی که تازگی‌ها خیلی تو دنیا هم شنیده میشه به نام هیدروژئودزی. هیدروگرافی نیست، نه، هیدروژئودزی یعنی کاربردهای ژئودزی در مورد آب که تو کشور ما هم به دلیل هم بحران آبی که داره و حوزه‌های آبی که داره بحث مهمی است. کاربردهای جدید مهندسی که قدیم وجود نداشت ولی روز به روز داره بیشتر میشه. هم از نگاه فرصت محور بهش نگاه بکنیم، با اومدن ماهواره‌های جدید و مسائل جدید در ژئودزی همین فرصته داره بیشتر میشه. از دیدگاه تقاضا محور هم بهش نگاه کنید، تقاضا بهش هم داره بیشتر میشه.
تو حالا موضوعهای مختلف همینجور آب، دفرمیشن، خاک، زمین، جاهایی که ژئودزی میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. بعد بازار کار ارشد با کارشناسی تفاوتی هم داره، یعنی دانشجویی که میاد یه رشته ژئودزی رو میخونه بازار کارش بهتر از دانشجویی که فقط در حد کارشناسی از ژئودزی. بازار کارش وسیع‌تر میشه. ببینید یه قسمتی از بازار کار نقشه برداری برای همه رشته ها هست، برای ژئودزی شاید کمی بیشتر. همون بحث نقشه برداری زمینی است. اون نقشه برداری کلاسیک رو همه گرایش‌ها پسش برمیان، ژئودزی شاید کمی بیشتر کار نقشه برداری زمینی، نقشه برداری زیرزمینی، نقشه برداری مسیر، نقشه برداری هم چیزهایی که به عنوان نقشه برداری شما میخونید، این که بازار کار همه رشته ها هست. حالا اون کسی که ارشد میخونه به خاطر اینکه مباحث تحلیلی پیشرفته تری آشنا میشه، شاید کمی شانس بیشتری تو بازار کار این مسائل پیدا میکنه. اما بازار کار تو دوره ارشد وسیع‌تر میشه، یعنی غیر از اون نقشه برداری زمینی یه کارهای دیگری هم هست که کسی به عنوان متخصص ژئودزی میتونه از پسش بر بیاد. مثلا تو حوزه میکروژئودزی یا تو حوزه‌های بحث تعیین موقعیت پیشرفته و آشنایی با این مباحث یا فیزیکال ژئودزی پیشرفته، بازار کاری حالا هم تو بخش دولتیش که تو سازمان‌هایی میشه که متخصص ژئودزی میخوان، هم تو بخش خصوصی که تو پروژه‌های کمی ادوانس‌تر پیشرفته‌تر کار میکنن. من فکر میکنم این بازار کار وسیع‌تر میشه تو دوره ارشد. بعد از دوره ارشد. مرسی دکتر. حالا تو رشته نقشه برداری دیدیم یه سری کارا میدانی ان و پای دوربین باید برن سر زمین و برای دخترها مثلا ممکنه یه سری چالش‌ها داشته باشه، واسه پسرها یه سری چالش‌ها. خواستم بدونم که توی گرایش ژئودزی فکر می‌کنید چه چالش‌هایی وجود داره برای دخترها و پسرها، یا اصلا اینطور هست که مثلا بگین صرفا به پسرها پیشنهاد می‌کنید ژئودزی یا به دخترها؟ اصلا اینطور نیست. من یعنی اصلا حتی برای اون کارهای زمینی هم خیلی چالش نمیبینم. خب بعضی دخترها خیلی بهتر از پسرها میرن تو زمین کار میکنن، مثلا نمیشه خیلی جدا. اما بعد مگه تمام کار ژئودزی یا همه گرایش‌های دیگه ما سر زمین رفتنه؟ یعنی 90% کارها الان شده به صورت تحلیلی پشت کامپیوتر. اصلا نقشی که تکنولوژی‌های مختلف سنج‌دوری ایفا کردن تو ژئودزی دیگه، ژئودزی یه روزی کار فیلد فقط لازم داشت. الان 90% کارها با دیتاهایی انجام میشه، کار سر فیلد رفتن نداره. اما سر فیلد رفتن هم یه قسمت خیلی جذاب رشته‌هایی که اینو دارن. من همیشه بعضی موقع بچهای زمین‌شناسی حسودی میشه، چون این که بیرون از محیط آفیس رفتن و تو طبیعت بودن و یه قسمتی از کارمون هم جذابیت خودش. حالا بعضیا دوست دارن بعضیا دوست ندارن، اما فکر نمی‌کنم ربطی به دختر یا پسر بودن ربط پیدا می‌کنه. بیشتر علاقه‌ایه که کسی دوست داره کار فیلد بکنه یا نه. کسی هم که دوست نداره کار فیلد بکنه یا برای سخت کار فیلد بکنه، فکر نمی‌کنم محدودیتی براش ایجاد بشه تو رشته ژئودزی. خیلی عالی. دکتر در حال حاضر توی سطح جهانی چه پژوهش‌هایی داره توی ژئودزی انجام میشه و چه جذابیتایی داره برای بچه‌ها؟ خیلی خیلی وسیعه. بخش زیادیش هم ببینید شما وقتی خیلی کمی میاید تو سطوح پیشرفته‌تر، اوورلپ کارا انقدر زیاد میشه، بعضی کارا رو واقعا نمیشه گفت که ژئودزی، ژئوفیزیک، سنج‌دوره چیه، همه اینا هست. چون اوورلپ مسائل خیلی با هم دیگه زیاد میشه. من خودم شخصا توی حوزه کار میکنم که خب از نظر تعریفی حوزه ژئودزی است، بررسی و ارزیابی دفرمیشن زمین. خب این تعریف جزء تعاریف ژئودزی. دفرمیشن زمین ژئودزیست‌ها اندازه‌گیری میکنن، کنیماتیک زمین ژئودزیست‌ها ارزیابی میکنن. اما من این کارو با چه وسیله انجام میدم؟ با سنج‌دور راداری. من متخصص سنج‌دور راداری ام. خب حالا یه نفر به من نگاه کنه، من متخصص ژئودزی ام یا سنج‌دور یا جفتش یا هیچ کدوم نمیدونم. اگه بیایم مرز بذاریم بین اینها بعد به مشکل میخوریم. چون از یک جایی به بالاتر واقعا کارها، یک کسی کار ژئودزی میکنه ولی از یک تکنولوژی سنج‌دوری استفاده میکنه توش. یه نفر کار زمین شناسی میکنه اما از تکنولوژی فوتوگرامتری توش استفاده میکنه. GIS یه ابزاری است که میتونه در اختیار همه باشه. یه کمی خیلی پژوهشایی که میشه یا واقعا نمیشه گفت خاص ژئودزی یا نه، اما خیلی هاشم واقعا همون جنبه‌های هم فرصت محور هم تقاضا محوری است که در زمینه ژئودزی به وجود اومده، مثل هیدروژئودزی. ببینید فناوری‌های آلتیمتری یک اتفاق جدیدی توشون افتاده که با رزولوشن خیلی بالا تغییرات قسمت‌های آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و سطوح آبی رو شما میتونید اندازه‌گیری کنید. همین چیزی وجود نداشت. 10 سال پیش هم وجود نداشت با این اکیوریسی و این رزولوشن.
این یه فرصتی رو برده. از اون ور تقاضاش هم هست. ما بحران آب داریم، ما مانیتورینگ این حوضه هامون، سدامون، دریاچه هامون، رودخونه هامون، وضعیتشون یه بحث بحرانی هستن در کشورمون. یعنی هم تقاضاشو داریم، هم از اون ور فرصتش اومده. تو دنیا هم همینه، یعنی تو بحث تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین، مخاطرات طبیعی، اینها نیاز رو به وجود آورده. از اون ور یه سنسورهای اومده، یه ماهواره‌های اومده، کارهایی دارن میکنن که قبلا نمیشد این کار رو انجام داد. این میشه فرصت. بازار کار هم ایجاد میکنه، بازار تحقیقات هم ایجاد میکنه. یعنی تو کشور حالا خیلی‌ها دارن زمین هیدروژئودزی مثلا کار میکنن در زمینه همین ماهوارهایی که داده‌های جدید و چی میتونیم از این داده‌ها یاد بگیریم، چیزهایی رو میتونیم ببینیم که قبلا نمیتونستیم ببینیم. یا مثلا تو زمینه حالا این تخصص خود منم میشه تداخل‌سنجی راداری، یک تکنولوژی سنجش از دوری راداری که از دل دانشکده‌های الکترونیک و اینها به وجود اومد، اما خب کاربرد خیلی خیلی خاص ژئودزی داره، چون دفرمیشن سطح زمین با رزولوشن خیلی بالا به صورت تصویر توی منطقه میتونه اندازه‌گیری کنه. خب این تو 20 سال 30 سال پیش که به وجود اومد گفتن یه انقلابی در ژئوفیزیک، یه انقلابی در زمین شناسی، چون اولین بار بود که مثلا جابجایی زمین برای زلزله رو ما میتونستیم یه جوری ببینیم که هیچ وقت اینجوری نمیشد دید، نه با این دقت، نه با این پهنا و کاوریجی که ماهواره‌ها داشتن. یه فرصتی ایجاد شد. اول تو دانشگاه بود، هنوزم تو دانشگاه به شدت روش داره تحقیق میشه. یعنی برای اولین بار ما پهناهای بزرگ زمین‌شناسی رو و خطرات لرزه‌ای رو میتونیم ببینیم. اما از دلش کاربردهای دیگه هم تحقیقاتی هم حالا بازار کار به وجود اومد. مثلا بحث فرونشست تو کشور ما خیلی داغه. اینکه چگونه اینها رو بتونیم اندازه‌گیری کنیم، بعد وارد سازه‌ها بشیم، چگونه دفرمیشن یک سازه رو بتونیم اندازه، کاری که نیاز به میکروژئودزی و اندازه‌گیری زمینی دقیق داشت، الان ما ماهواره بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. تو بحث تعیین موقعیت، خب روزی که جی پی اس اومد، هم تحقیقات بسیار زیادی تو دنیا شروع شد، هم کاربردهای زیادی. علم نقشه‌برداری ژئودزی که متحول کرد جی پی اس، اما روز به روز داره دقتش بیشتر میشه. روز به روز داره سامانه‌های جدید میاد غیر از جی پی اس، سیستم‌های جی ان اس مختلف میاد، سیستم‌های تکمیلیش میاد. تعیین موقعیت داخل ساختمان‌ها، زیر زمین، یعنی جای اینها هی داره، اینا همه تو حوزه ژئودزی تعریف میشه. تو دانشکده‌های ژئودزی روش کار میکنن، اما تو دانشکده‌های الکترونیک هم روش کار میکنن. بحث تعیین موقعیت تو داخل ساختمانه، تو آی تی هم کار میکنن، تو جی آی اس هم روش کار میکنن. همه اینا هست، نمیشه گفت مختص ژئودزی است، اما تو حوزه ژئودزی هم ژئودزیست‌ها به طور خاص نقش بزرگی تو این حوزه‌های جدید دارن ایفا میکنن. میگم از نظر اینم گفتم، یه بار دوباره تاکید میکنم، یه نیازهایی هم به بحث مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع، بحث نفت و گاز و اینها، آب و اینها، منابع، این سه تا حوزه هم باعث شده که هم تحقیقات خیلی زیادی تو حوزه ژئودزی تو این زمینه‌ها انجام شه، هم بازار کار زیادی به وجود بیاد. خیلی عالی. دکتر، سوالی که فکر میکنم سوال خیلی از بچه‌هاست این که فرآیند اپلای چطوری واسه گرایش ژئودزی اصلا شدنیه، میشه اپلای کرد و یا اصلا خودتون پیشنهاد میکنیم به دانشجوها؟ همونجوری که برای همه رشته‌ها هست. بعدم اون ور دنیا انقدر دیوارکشی نیست، واقعا شاید خیلی پوزیشن‌ها هست اسمش ژئودزی نباشه یا باشه، یعنی به طور خاص اسمش شاید ژئودزی نباشه اما کاری که انجام میشه تو حوزه ژئودزی باشه، یا حوزه هایی باشه که میگم یه چیزی ترکیبی است بین رشته‌های مختلف، ژئودزی هم توش نقش داره. بله هست، دانشگاه متفاوتی دنیا دارن این کارو انجام میدن، یعنی رشته‌های مختلفی ارائه میشه، هم تو حوزه دکترا، هم تو کارشناسی ارشد. فرصت هم زیاد هست، ایرانی ها هم اونور خواهان زیاد دارن، بچه‌های باهوشی هستن، بیس ریاضی فیزیک نسبتا قوی دارن، هرچند خیلی افت کرده سال اخیر، اما در مجموع دانشجویان ایرانی اونور طرفدار زیاد دارن که فاندینگ بگیرن، بورس بگیرن. من توصیه میکنم یا نه؟ من خودم موقعیتی که خودم دارم الان نشون میده که نظرم چی بوده دیگه. من رفتم 13 سال نبودم، بعدم برگشتم، پس توصیه رو بقیه هم میکنم، برید برگردید. این فقط به ایرانیام نیست، همه جا. یادم هلند درس میخوندن، بچهای هلندی درسشون لیسانس تمام میشد میرفتن آمریکا درس میخوندن، ارشد دکترا میگفتن برمیگشتن هلند، میرفتن ژاپن درس میخوندن برمیگشتن، یارو از ژاپن میومد اونجا درس میخوند برمیگشت ژاپن. یه سری هم موندگار میشدن، مهاجرت هم ایرادی نداره، یه سری هم مهاجرت میکنن اونور کار پیدا میکنن اونور.
پس نه توصیه خاصی نمیشه کرد، بیشتر توصیه بر مبنای عقاید و علایق شخصی خود آدمه که من توصیه به همه میکنم اینجا یادتون نره برگردید. اما هزاران دلایل مسائل دیگه ای هم هست که روی این تصمیمات تاثیر میگذاره، هم شخصی هم مسائل متفاوت، واسه همین قابل توصیه کردن نیست خیلی. اما این که این قسمتش قابل توصیه کردن هست، این که شما از کامفورت زونش خودتون خارج بشید، برید یه جایی یه چیز پیشرفته تر رو یاد بگیرید، اینو همه میشه توصیه کرد. نگه این نفر یه زمینه یه دوستی فوتبالیسته و معلومه بهش توصیه میشه اگه میتونی برو رئال مادرید بازی کن، حالا چه برمیگردی چه بنده میگردی، این باعث پیشرفت تو میشه دیگه. اینجا وارد کسی اگه دانشگاه تهران درس میخونه قاعدتاً توصیه میشه برو MIT بقیه‌شو ادامه بده. اما برو MIT، برو یه جایی که بگی یه سر و گردن اینجا بالاتر از نظر علمی یا از نظر امکاناتی که داری. من توصیه نمی‌کنم کسانی که به هر قیمتی به هر دانشگاهی میرن، دانشگاهی که از همین امکاناتی که ما اینجا داریم و سطح علمی که اینجا داریم به مراتب چه بسا پایین‌تر باشه، اما چون توی مثلا یک کشور اروپایی یا کشور آمریکایی یا کاناداست مثلا فقط به هر قیمتی بریم. من فکر می‌کنم خود اون دانشجو هم بعداً تو ذوقش می‌خوره، چون اصلا می‌خواد پیشرفت کنه، بعد میره یه جایی می‌بینه که سطح پایین‌تره. من فکر می‌کنم آره بچه‌ها اینجا شانسش هم دارن و اگه برن یه قدم بالاتر، برن خودشونو بکشن بالا. دکتر حالا یه سری دانشجو مثلا که اپلای میکنن میرن خارج از کشور و حالا برمیگردن به هر دلیلی، می‌خواستم بدونم که دانشگاه برنامه برای جذب چنین دانشجویی داره؟ تا جایی که من خبر دارم که برنامه خاصی بگی مخصوص بچه‌هایی که اونورن مثلا دانشگاه داشته باشه شاید هم باشه، من خبر ندارم. اما خب دانشگاه برای جذب همیشه برنامه داره، یعنی هر ترم فراخوان میده، هر ترم تو همه رشته‌ها فراخوان وجود داره، اعلام نیاز میکنه و به طور مستمر سالی 2 بار 3 بار فراخوان داده میشه. کسی که بخواد برگرده میتونه، من خودم می‌خواستم برگردم رفتم اون فراخوان رو پر کردم و امکانش وجود داره و پرونده ها از طرف وزارت علوم ارجاع داده میشه به دانشگاه، دانشگاه‌ها میبینن چه کسانی میخوان برگردن یا چه از داخل ایران چه از خارج ایران اپلای میکنن و بعد یه پروسه‌ای داره، مصاحبه داره، اگه بخوان میتونن استخدام بشه. پس این امکانش وجود داره. اما چند تا نکته اگه کسی واقعا تو ذهنش این هست، یعنی میخواد بره و تو ذهنش این هست در آینده یه روزی برگرده اینجا بیاد وارد دانشگاه بشه، چند تا نکته خیلی مهمه، نه فقط اینجا همه جای دنیا. یکی ارتباطات. شما خیلی هم دانشجوی خوبی باشید وقتی یه جایی وارد بشید و هیچ ارتباط با پارتی بازی ربط داره. نمیگم من ارتباط داشته باشید برای پارتی بازی کنه، نه، ارتباط شما رو بشناسن آدم‌ها، بدونن کی تو، نه یه خب 5-6 سال تو دوره تحصیلات دکترا اونا گم و گور شید، هیچ کی ازتون هیچ خبری نداشته باشه و یهو بیاد بگید من میخوام برگردم. میگه خب تو الان کجا بودی؟ خب شما تو اون 5-6 سال در ارتباط باشی، با استادا در ارتباط باشی، بیای بری 2 تا سخنرانی برگزار کنی، یک کلاس آموزشی برگزار کنی، اینها به شدت کمک میکنه که شما شناخته بشید تو اون فیلد کاری. بنابراین تسهیل میکنه بعداً اون پروسه انتخاب، به خاطر اینکه بسیارم رقابتی است دیگه، وارد شدن به دانشگاه خوب کشور اینقدر آسون نیست، رقابتی است، آدمای زیادی اپلای میکنن و گرفتن یه پوزیشن از هیئت علمی کار آسونی نیست. بنابراین برای بچه‌ای که میخوان برگردن من توصیه میکنم ارتباطشون رو حفظ کنن. و یه بحث دیگه هم هست، تو سوال قبلی هم گفتم برید جاهای خوب، یه روانشناسی هست، یه جامعه شناسی هست، یه جمله‌ای داره توی کتابش میگه که excellency is your power. قدرت شما در ممتاز بودن شماست. کسی که ممتاز باشه همون بحث رئال مادرید، اونی که رئال مادرید بازی کرده برگرده درجا بهترین باشگاه ایران استخدامش میکنه، چون اکسلنته، چون ممتازه، انقدر ممتازه که خیلی نمیشه نادیدش گرفت. ولی یه نفر برمیگرده با یه CV ضعیف و رزومه خیلی ضعیف، فقط میگه چون من خارج بودم بعد مثلا دانشگاه تهران من استخدام کنه. نه اینجوری نیست، هرچه قرمز اینجا برای هیچ کسی بند نمیکنه. ولی اونی که ممتازه از یه دانشگاه خوب برمیگرده با یه استاد درجه کار کرده، مقالات درجه 1 تو سطح بین‌المللی داره، این آدم خیلی اینجا شانس داره که بتونه وارد عنوان هیئت علمی استخدام بشه. مرسی. توی بازار کار چه دکتر؟ حالا بعضیا مثلا میرن نمیخوان جذب دانشگاه بشن، توی بازار کار امکانش هستش که وارد بازار کار بشن؟ مانعی واسه وجود داره؟ فکر می‌کنم مانعی وجود داشته باشه، اصولا که همین استقبال هم میشه دیگه. ما همیشه نگاهمون به خارج می‌بینیم، طرف خارج بوده،
من خیلی قبولش ندارم، با کیفیت کار اون نفر باید نگاه کرد، اما بله هیچ منافاتی نداره کسی برمیگرده. فکر می‌کنم حتی تو بعضی زمینه‌ها شاید شانس‌های بیشتری هم داره، توی زمینه‌هایی هم نه. ببینید یه دانشجویی که اینجا کارشناسیشو میگیره و وارد بازار کار میشه، بعد 10 سال یک نتورکی برای خودش تو اون جامعه صنفی میسازه. درست. اون کسی که میره در 15 سال نیست و برمیگرده، یهو توی سن بالاتر یه کمی سنیور شده اما هیچ که تو اون بازار کار نمیشناسه، اصلا نمیدونه چی به چیه، صنف نقشه برداری چیه، چی کار میکنن. اونجا یه چالش هایی براش، یعنی یه سری چیز شاید اون تجربه‌ای که بیرون از ایران کسب کرده یه جایی به نفعش بشه تو بازار کار، اما این دیسکانکت بودنش نسبت به جامعه صنفی هم یه جایی چالش هایی براش ایجاد میکنه. درسته دکتر، اگه نکته خاص خودتون دارین، چون حالا بالاخره شما خیلی تجربه دارین، خارج از کشور تحصیل کردین سالیانه زیادی رو، اگه فکر میکنین نکته‌ای هست که من تو این سوالایی که پرسیدم بهش اشاره نشده، ممنون میشیم به بچه‌ها. بحث مصاحبه‌مون فکر کنم بیشتر برای کمک به بچه‌ها برای انتخاب رشته بود. بله تو این حوزه من میخوام حرف نهاییمو بزنم که یه کمی تحقیق کنید در مورد اون رشته‌ای که میخواید انتخاب بکنید و ادامه تحصیل بدید و به حباب‌های منفی و مثبتی که اطراف رشته‌های مختلف ایجاد میشه توجه نکنید. به چی توجه کنید؟ به علاقتون. ما الان یه سری حباب مثبت کل یه سری گرایش‌ها داریم، رتبه‌ای که مثلا یه سری گرایش‌ها رو میگن اینا خیلی خوب، سری حباب منفی داریم. من میگم اون کسی که علاقه‌منده به یه گرایشی، تو اون گرایشی که علاقه‌منده موفق میشه. درست. و به این حباب‌ها توجه نکنیم، چه منفی چه مثبت. تمام گرایش‌هایی که ما داریم به درد بخورن که به وجود اومدن دیگه، تو جامعه هم به درد بخورن، همشون هم بازار کار خوب دارن. یه سری بازار کار بهتر دارن، یه سری بازار کار کمتر. همونی که بازار کار، همون گرایشی که حتی بازار کار کمتر داره، نیاز به افرادی داره، تعداد کمی. خب اون کسی که علاقه داره میتونه تو اون تعداد کم قرار بگیره. اصلا فرض کنید ما یه گرایش داریم یه نفر در ایران میخواد، بازار کارش خیلی بده دیگه، فقط یه نفر رو بخواد استخدام کنن. اگه علاقه دارید شما برید با اون یه نفر شما باشید، چون دنبال علاقتون میرید. اما اگه برید وارد گرایشی بشید که علاقه شما نیست، تهش هم موفق توش نمیشید، تو بازار کارش هم خیلی موفق نمیشید، حالا هر چقدر اون گرایش بازار کار خوبی داشته باشه. من فکر میکنم جنبه اصلی انتخابتون رو بذارید تو علاقه. همین علاقه این پایین نوشتم 10 بار بگم علاقه، رو علاقتون تصمیم گیری کنید، نه رو چیز دیگه. خیلی ممنون دکتر، دستتون در نکنه، واقعا خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و تشکر میکنم. قطعا فرمایشات شما خیلی برای بچه‌ها امیدوارم اینجور باشه، موفق باشید. مرسی، خیلی ممنون. در آخر جا داره که تشکر بکنم از حامیان مالی برنامه‌مون که در واقع شرایط رو برام فراهم کردن که بتونیم این ویدیو رو تهیه بکنیم و در خدمت شما بذاریم که ان شاءالله بتونیم با دید بهتری در واقع گرایش ارشدتون رو انتخاب بکنین. شرکت محترم سیربان و شرکت آراد دوربین. خیلی ممنون، تا برنامه دیگر شما رو به یاد خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. مرسی دکتر. ممنون.